дар душанбе аз ҷониби агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрикои ба рушди байналмилалӣ лоиҳаи нави 5-сола таҳти унвони рушди деҳот тавассути муносибатҳои бозоргонӣ дар ҳаҷми $19 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка муаррифӣ карда шуд. Ин тарҳи нав рушди босуръати соҳаи кишоварзиро таъмин карда ба сокинони деҳот имконоти фарогири иқтисодиро фароҳам хоҳад овард. توسط این لایحه ما تلاش خواهیم کرد تا دهقانان که درآمد خود را از فروش تا $30 میلیون افزایش دهند. همچنین تلاش خواهیم کرد تا بازاریابی کنیم از جمله بازارها در داخل تاجیکستان و بازارهای صادراتی. شریکان رشد و کشورهای دوست با اعتراف مستقلیت و تشکل کشاورزی کشور ما مطمئنند که لایحه رشد دهات توسط مناسبت‌های بازارگانی و هدف‌های برنامه نوی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد استوار نظام‌های کشاورزی موافق میباشد. برنامه در سراسر جمهوری پیاده کرده می‌شود و ما با بخش خصوصی کار می‌کنیم تا به یک تغییرات‌های پایدار و بردوام نائل گردیم. این طرح در اجرای فعالیت خود ظرفیت و امکانات درآمد به دهقانان، جوانان و زنان در ساحه کشاورزی و خواجگیداری مشغول بوده اولویت را داده است. USAID در آن عقیده است که شریک و همکاری‌های قوی کلید رشد استوار اقتصادی برای بلند برداشتن شکوفایی و ثبات در تاجیکستان و آسیای مرکزی میباشند. در جریان معرفی لایحه تذکر داده شد که طرح رشد دهات توسط مناسبت‌های بازارگانی دهقانان و صاحبکاران سمت کشاورزی را در تمام زنجیره ارزش علاوه‌ای به هم می‌آورد، همکاری‌های نزدیک و مفید بین آنها را ترغیب می‌کند و با این راه به تقویت رقابت‌پذیری و استواری ساحه کشاورزی جمهوری تاجیکستان سهم نظررس می‌گذارد.